السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب بزرگان عمرای ما، ظلمی که در بغلان روان است در زمان امریکا هم بالای مجاهدین این ظلم روان نبود. داعشا بالای خانه ما چند وقت پیش حمله کردن، توسط یک جا شاجر مروی فیر کرد، از اونجا بد شدیم. بالاخره امروز در بالای فامیل ما حمله کردن، 2 نفر اندیود، یک فرزند مرا و یک اندیوال مرا زخمی کرده. فعلا در سپاخانه بدون سرحد قندوز بستر است، فعلا تحت تداوی قرار داره، در حالت عملیات است. چرا صدای ما را بزرگای امارت اسلامی افغانستان چرا نمیشنوند؟ چرا ظلمی که در بغلان روان است ما مجاهدین کل مشترک جهاد کردیم؟ ما یک کسی هستم که سرپرست دلگاه حقانی شهید از ولایت بغلان، حقانی شهید یک نامدار مجاهدی مبارزی قهرمان ولایت بغلان بود. امروز ظلمی که از طرف مسئولین بغلان بالای ما مجاهدین میشه، گفتم که در زمان امریکا همچنان ظلم نشده بالای مجاهدین. مجاهدی معلولی که جان خدا، پای خدا، دست خدا، کل آرزو آرمان خدا در فدای امارت کرده، فدای جهاد کرده، امروز در پشت رنجر بسته میشه، با میل با قنداق میزنن، در پشت رنجر بسته میکنه، او را در مابین شهر گشتانده میارن، زندانی میکنه به خاطر چی که تو فیر کردی. آدم از ناموس خود، از خانه خود دفاع نمیکنه. جناب عمرا، چرا این ظلم در بغلان روان است؟ چرا مسئولین جهاد خود علیه مجاهدین تاجک تبار شروع کرده؟ چرا صدای ما به مسئولین نمیرسه؟ آیا شما بارها نشدیدین همچون ظلم؟ شما در تاریخ مطالعه بکنید که در تاریخ بغلان قهرمانی های بغلان کدام مجاهد زیاد قربانی دادن، کدام مجاهد فداکاری زیاد کردن؟ چرا صدای ما مجاهدین در گوش مسئولین نمیرسه؟ عمرای بزرگوار، ظلمی که در بغلان توسط قماندانی امنیه بغلان شده، والله قسم است که در زمان امریکا هم بالای خانه و خانواده مجاهد همین تو ظلم نشده. سیاسرهای ما را تلفن‌هایش میگیرن، دست درازی میکنن به خاطر از اینکه ویدیو ثبت کرده. چرا ویدیو ما را ثبت کرده؟ وقتی تو مجاهد بالای خانه مجاهد ظلم بکنی، ستم بکنی، ویدیو تو ثبت نشوه، مجبور است یک مظلوم دیگه صدا کرد بلند کرده نتونست، مجبور است که ویدیو تو را ثبت کنه به گوش مسئولین برسانه. چرا همچون ظلم بالای ما مجاهدین روان است؟ چرا بالای ما مجاهدین جهاد روان است؟ اگر غاصب هستیم، اگر ظالم هستیم، اگر گناهکار هستیم، بگذار در محکمه قضاوت خدا بکنه، ما را دار بزنه. یک دفعه صدای ما مجاهدین باید شما مسئولین بشنوین، شما توجه بکنین، حیات رای بکنین، جریان از نزدیک تحقیق بکنین که در حقیقت چقدر ظلم بالای ما شده. چرا صدای ما شنیده نمیشه؟ صدای ما را به امیرالمومنین برسانین، صدای ما را به بزرگای امارت برسانین. ما در این امارت فدای امارت شدیم، در این امارت برادرای خود از دست دادیم، در این امارت دوستای خود از دست دادیم به خاطر جهاد فی سبیل الله در راه خدا، نه به خاطری که ظلم پشتون بخیزه بالای تاجک ظلم بکنه و تاجک بخیزه بالای پشتون ظلم بکنه. اگر تاجک شدیم کافر نشدیم. یک مرتبه شما دقیق متوجه شین، صدای ما را بشنوین. اگر نمیشنوین روز قیامت در حضور الله والله یخنتان میگیرم.